مسئله کلابی را در اون کتاب آمده که احمد شاه مسعود از روسیه است، یعنی از نطفه روسه، به خاطر پدرکلانا و پدرکلان ما شما که از سمرقند بخارا آمده، چون سمرقند بخارا یک کسر از خراسان است. من پریروز یک برنامه ثبت کردیم دوستا، لطفاً که از من روزای جمعه برنامه دارم درباره هویت، اون را گوش بکنید. من برای شما توضیح دادم که 4 کسر داره خراسان، 4 کسر داره سم، که چرا ما را کلابی میگن؟ به دلیل این که در سمسور اوغان آمده که مسعود کلابی است، ولی این تشریح نمیکنه که مسعود صحیح است. مسعود مسقدر هستش، چندین نسل پیش از سمرقند بخارا. سمرقند بخارا جز از خراسان است، یعنی ما ایرانی شرقی هستیم، ایرانی شرقی. ما فلات این یک دقیقه خیلی جنرال رازق راستی دیگه گفته که ما مهاجر هستیم تاجیکا و ما کلابی هستیم دیگه، یعنی با گفته خودت دیگه، یعنی خودت اقرار میگی امیر کل ما مهاجر میگی. سایکو آقای فایق خودت اینجا عادت بر اوغانا میتی که ما مهاجر هستیم ما تاجیکا، یعنی کلگی ما اوغانا اینجا نشته میکنه میگن اقرار میکنه که ما مهاجر هستیم. من برای چی یک گپ بزنم، یک چیزی برایت بگویم.